أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از گراماتیک زبان عرب، از علم صرف، از کتاب صرف میر 17 درس گرفتیم و بنده حالا باشد میخواهم درس 18 را از این کتاب صرف میر برای شما برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی تقدیم و پیشنهاد بگردانم. درس امروزه ما و شما از اینجا شروع می شود که صاحب کتاب میگوید المضاعف، یعنی در مسئله مضاعف صحبت میکند. مضاعفی که از بابهای ثلاثی مجرد باشد. پس تا به امروز ما و شما صحیح را کاملا گرفتیم و از بابهای ثلاثی مجرد صحیح را کاملا گرفتیم و مثال واوی و یایی را کاملا گرفتیم و اجوف واوی و یایی را گرفتیم و ناقص واوی و یایی را گرفتیم و لفیف مقرون و مفروق را با تفصیل گرفتیم و همچنین محموز را هم با تفصیل گرفتیم. اکنون ماند مضاعف. مضاعف را بگیریم با فضل و بزرگی الله تبارک و تعالی از باب ثلاث مجرد هر نمود کلمه را از این به بعد از این تمام کردن همین باب مضاعف دیدید باید شما بشناسید، دیگر باید بدانید که چی طور تلفظ کرده می شود و چی طور خوانده می شود و اصلش چی است. دیگر باید بدانید. خب میبینیم صاحب کتاب درباره مضاعف چی میگوید. میگوید که المضاعف یعنی فعل مضاعف. مضاعف اصلا چی است؟ مضاعف کلمه را میگویند که دو حرف اخیرش از یک جنس باشد. مانندی چی؟ صاحب کتاب خودش مثال آوردگی است. مانندی مده. ببینید مده در اصل چی است؟ در اصل مدد است. دقت دادید؟ در اصل مده در اصل مدده است. ما و شما در گذشته خوندگیش بدیم فره که گفتن در اصل فرره است. اینم به مثل همون است. مده در اصل چی است؟ مدده است. خب چیکارش کردیم که مده شد؟ مده به خاطر آن شد که دال یکم وقتی دو حرف هم جنس بری در بر آمدن، هر دویشان متحرک، هر دوش حرکت دارد، دال یکم را حرکتش را گرفتیم چی می شود؟ ساکن می شود. وقتی حرکت چکی بگیری ساکن می شود. به مثل این دقت بتید. پس می شود مد. دال یکم ساکن شد گرفت، حرکت شد گرفته می شد مد. وقتی مد شد یکم حرف ساکن دوی متحرک، واجب است که ادغامش کنیم، در یک دیگر بدراریمش. وقتی که دراوردیمش می شود چی؟ مده می شود. دقت دادید؟ پس می بینیم صاحب کتاب چی میگوید. میگوید که المضاعف یعنی مضاعف، المد کشیدن. مد به معنای چی است؟ به معنای کشیدن. به معنای کشیدن. از این حساب میگیم که مدهای قرآن را رعایت کنید، یعنی کشیدن حرفای قرآن را رعایت کنید. المد یعنی کشیدن. ماضی معلوم مدو. دقت دادید؟ مدتا مددنا. فک ادغام میکنیم در پنجم. درس گذشته درس 17 هم گفتیم امو امتا اممنا. فک ادغام کردیم اممنا در اینجا مددنا. فک ادغام میکنیم دیگه تا آخر شه. مددنا. پس یادم ما را بگوید که چرا در مددنا در مددنا
چرا ادغامش نکردی؟ در اینجا ادغامش کردی، در اینجا چرا ادغام نکردی؟ میگیم که شرط ادغام این است که دو حرف هم جنس هر دویشان متحرک باشند. دقت دادید؟ پس یکم حرکت چه میگیریم و در دویم ادغامش میکنیم. اما در اینجا هر دوش متحرک نیست، دویمش ساکن است. دقت دادید؟ باز واجب است که پیش از ضمیر جمع مؤنث باید ساکن باشد، اینجا مبنی است. دقت دادید؟ از این حساب در اینجا ادغام کردن جایز نیست که تا آخرش مدد مددتم مددتم مدد مددتم مددتون مدد مددتم ادغام کردن جایز نیست. زیرا که ما یک قاعده دیگر داریم که لحوق لواحق متحرکه سکون ما قبلش رو طلب میکند. ببینید تقاضا میکند. اینا لحوق لواحق متحرکه میگن. مدد نه یا مدد تا او ترى لحوق لواحق متحرکه. دقت دادید؟ مدد تا مدد توما مدد توم مدد تی مدد توما مدد تن، همه اینها را مدد تو مدد نا، اینها را همشون لحوق لواحق متحرکه، یعنی لحوق یعنی پیوست شونده پیوندک های پیوست شونده که متحرک هستند، سکون ما قبلشون رو تقاضا میکند. پیش خودشون میگن که تو باید ساکن باشی. دقت دادید؟ پیش خودشون میگن تو باید ساکن باشی. پس این ساکن میشود. وقتی این ساکن که شد دیگه در اینجا ادغام جایز نمیشود. دقت دادید؟ تا آخرش همین گپا بگویید. مدد نه، پس مدد تا مدد توما مدد توم مدد تی مدد توما مدد تون، مدد تو مدد نه، همش ده همین قاعده است. خب صاحب کتاب میگه که مده مده مدو تا آخر، چطوری تا آخر بیانش کردیم. مده در اصل مدده بود. مده در اصل چی بوده است؟ مده در اصل مدده بوده است. خب چون اجتماع دو حرف از یک جنس ثقیل بود، دو حرف از یک جنس مدده، یعنی عرب گفتن که این ثقیل است، این را ما باید آسان کنیم. پس به سبب آسان کردن حرکتی را گرفتن. خود صاحب کتاب چی میگه؟ از یک جنس ثقیل بود، اول رو ساکن کرده. ببینید دال یکم رو ساکن کردیم، حرکت چه گرفتیم ساکن میشود، ساکن کرده. در دوم ادغام کردن، در دال دوم ادغامش کردیم شد مده. دقت دادید؟ شد مده، مده شد. و در مدد نه، مدد نه که آزا گفتیم تا آخر شد دیگر، و در مدد نه تا آخر چون دال دوم ساکن، ببین دال دوم ساکن است، یا دالا هر حرکت داره جا ساکن است. دال دوم ساکن، ساکن لازم بود، ساکن لازم است. لحوق لواحق متحرکه ما قبل آخرش را ما قبلش را سکون طلب میکند، تقاضا میکند. دقت دادید؟ اینجا در ساکن چه میگه؟ دوم ساکن لازم بود، یعنی باید ساکن باشه، ساکن بودنش لازم است. ادغام ممکن نشد، از این حساب ادغام کردش نمیشود. ادغام ممکن نشد، از این جهت بر حال خود ماند. از این جهت مدد نه به حال خودش میستد. دقت دادید؟ مستقبل معلوم، اکنون فعل مضارع معلومش چی است؟ فعل ماضیش مده بوده است. فعل مضارعش چی است؟ فعل مضارعش میشود یمد. دقت بدید، یمد، فعل مضارعش میشود یمد. یمد، یمد در اصل چی است؟ اصلش رو بیاویم. یمد در اصل یم دو، یم دو با مثل چی؟ یعن سورو، یم دو است اصلش. خب یم دو که باشد ما در اینجا چیکار کرده؟ همین قاعده را پیاده کردیم، فقط اینجا ساکن کردیم. اینجا میگن دال یکم را حرکتش ما قبلش که ساکن که هست حرکت در ما قبل میتیم. دال ساکنش چیکار میکنیم؟ حرکت در ما قبلش میتیم، میشود چی؟ دقت بدید، یم یمود دو. ببینید حرکتی دال را در میم دادیم شد یمود دو. دال در دال ادغام میکنیم میشود یمود دو. دقت دادید؟ میشود یمود دو. پس
یمدو 14 صیغه چطور می شود؟ یمدو یمدان یمدون تمد تمدان یمدودن فک ادغام یمدودن این نون جمع معنی است یمدودن دقت دادید یک جا در فعل مضارع یک جا فک ادغام کردیم تمد تمدان تمدون تمدین تمدان تمدودن در فعل مضارع دو جا چیکار میکردیم فک ادغام امدو نمدو امدو نمدو پس ببینید در فعل ماضی 5 جا ادغام قطعی می آید 9 جای دیگر فک ادغام می شود دقت دادید در فعل مضارع 12 جا ادغام قطعی می آید 2 جا فک ادغام قطعی می شود این رقم ها را در ذهنتان جا کنید خب لازم بود ادغام ممکن نشد از این جهت بر حال خود ماند مستقبل معلوم یمد یمدان یمدون تا آخر یمدو در اصل یمدودو بود یمدو در اصل یمدودو بود حرکت دال اول رو نقل کرده با مقابل دادند حرکت دال در میم دادیم با مقابلش دادیم اول رو در دوم ادغام کردن یعنی دال یکم رو در دال دوم ادغام کردیم پس ادغامش که کردیم ادغام کردند یمدو شد دیدید یمدو شد ادغامش کرده شد یمدو و در یمدودنه در جمع مؤنث گفتیم دو جا در فک ادغام می شود در جمع مؤنث غایب و جمع مؤنث مخاطب در فک ادغام است میگه در یمدودنه ادغام ممکن نبود ادغام کردن ممکن نیست در یمدودنه یعنی که میکشن ویها زنها در اینجا ویها زنها جمع مؤنث غایب ده ادغام کردن جایز نیست چنان که در مددنا ماضی معلوم چطوره که در اینجا گفتیم مددنا ادغام کردن جایز نیست در یمدودنا به مثل همین ادغام کردن جایز نیست دقت بدید نوشته بمونیم میگه که یمدود یمدودنا دقت دادید عینا همین است لحوق الاواخر متحرکه مقابل آخرش رو تقاضا میکند خلاص یا که در اینجا میگه مبنی هستین این مبنی است آخرش تغییر نمییابد در اینجا گفتیم مبنی است نه در اینجا فعل ماضی خودش مبنی است اما مبنی علی السکون است به خاطر لحوق الاواخر متحرکه مقابل آخرش رو تقاضا میکنه اما در اینجا فعل مضارع مبنی است زیرا که فعل ماضی اصلا مبنی است خودش خب میگوید که یمدودنا ادغام ممکن نبود چون که در مددنا ماضی مجهول چون که در مددنا همین گفته است خلاص در مددنا میگه ما گفته میگه خلاص اما ماضی مجهول گفته باز فعل ماضی را که مجهول میکند خب این پر شد اکنون اینجا پر شد میگذاریم در ماضی مجهول ماده معلوم است ماده کشید و یک مرد اگه مجهولش کنیم چی میگیم میگه که ماضی معلوم مدو ببینید از اصل ما مجهول میکنیم ما قبل و آخر رو کسره میکنیم اول رو دم میکنیم میشه مدیده دقت دادید و حرکت دال رو میگیریم برای ادغام کردن حرکت چه میگیریم و دال رو در دال ادغام میکنیم میشود مده دقت دادید مده کشیده شد مده کشیده شد 14 صیغه‌اش میشه مدو مدتا مدیدنا دال کسره کن دال یکم رو مدیدنا مدیتما مدیدنا دقت دادید 14 صیغه فعلی ماضی مجهولش 14 صیغه در 5 تاش ادغام قطعی در 9 تاش فک ادغام قطعی اما دال یکم کسره میکنیم در مجهول فتحه میکنیم در معلوم دقت دادید خب مدو تا آخر مستقبل مجهول میشه یومدو ببینید یمدو ما قاعده داشتیم فعل مضارع اگر که میخوای مجهول کنی فعل مضارع رو ما قبل آخر رو فتح کن
حرف مضارعت رو دم که میشه چی؟ یمددو. میشه چی؟ یمددو. دال یکم حرکتش در میم میتیم. حرکتش در چی میتیم؟ در میم برای ادغام کردن. حرکتش در میم دادیم میشه یومدو. دال در دال ادغام میکنیم میشه یومدو. دقت دادید؟ یومدو مجهول فعلی مضارع مده هست. یومدو. پس 14 صیغه‌اش میشه یومدو، یومدان، یومدون، تمدو، تمدان، یمددن. دال دمه بود در مجهولش فتحه میشه یمددن. یمددن. دقت دادید؟ تمدو، تمدان، تمدون، تمدین، تمدانی، تمددن. اومدون، اومدو. این 14 صیغه مجهول فعلی مضارع تا آخر. امر حاضر در مفرد مذکر 4 وجه جایز است. مسئله که درس گذشته گفتم که اما یا امور 4 وجه گفتن جایز است. اکنون بیایید اون 4 وجه را میخوانیم که اون 4 وجه چی است. دقت بدید. میگه که از مده یمدو وقتی که تو فعل امر میگیری 4 وجه گفتن مفرد مذکرش جایز است. اون 4 وجه چی است؟ اولا 4 وجه را می نویسم. دقت بدید. یکم وجه مده. مده یعنی بکشت یک مرد. این مده با فکر نکنید که مده فعلی مجهول ماضی است. نه، این فعل امر است. مده یک تا شد. دویم وجه مدو. دقت دادید؟ این دویم وجه است. مدو ترجمهش همون بکشت یک مرد. سوم می شود مدی کسره قطعی. مدی ترجمهش هر سش یک چیزه، اما طریقای بگه وجه‌های خواندن همین طریق جایز است. چهارم 4 وجه گفتیم جایز است. چهارم چی است؟ دود. دقت دادید؟ دود هم چنین چی است؟ بکش. هر 4ش برای مفرد مذکر است. هر 4ش برای چی است؟ برای مفرد مذکر. مده، مدو، مدی، دود. ترجمه 4 چی میشود؟ بکشت یک مرد. فعل امر. اکنون بیا بخونیم صاحب کتاب اگر گفت خوب، نگفت اگر بس میگیم که فتحه برای چی است، دمه برای چی است، کسره برای چی است. این خیلی اصل است، برای چی دیگر ندارد. این سه تا برای چی است ان شاء الله بیان میکنیم. خوب دقت بدید. میگوید که امر حاضر در مفرد مذکر 4 وجه جایز است. مده، مدو، مدی، دود. همین 4 تا را نوشت تا آخر. امر حاضر خب مده، مدی، دود و در باقی الفاظ یک وجه در باقیش یک هست. یعنی که اگر 2 مرد گفتنی باشه میگیم مدا، اگر مردها باشه میگیم مدو. یه وجهیان. مدا یعنی شما 2 مرد بکشید. مدو شما همه مردها بکشید. مدی تو یک زن بکشید. یه وجه. مدا شما 2 زن بکشید. مدید نه. یا مدید دود نه. مدید نه، دود نه. جمع مؤنثش دود میشه. دود نه یعنی شما زنها بکشید. دقت دادید؟ این بود فعل امر مده یمدو. خب یک وجه جایز است. مدا 2 مرد، مدو شما مردها، مدی تو یک زن، مدا شما 2 زن، دود نه شما جمع زنها. و در مفرد غایب، در مفرد امر غایب خواه مذکر خواه مؤنث نیست 4 وجه جایز است. خب مسئله دیگر در گذشت. خب بیایید اولا این مسئله را بیان کنیم که برای چی یک کس پرسد که برای چی مده گفتی، برای چی مدو گفتی، برای چی مدی گفتی. این را برای چی دیگر نمیگه. چرا؟ زیرا که نصر ینصر فعل امر چه عنصر، پس دود اصل است. این دیگر برای چی ندارد. بیایید اینها را بخونیم. اینجا در اصل وقتی که التقای ساکنین می شود، التقای چی می شود؟
ساکنن. او ساکن از کجا آمد؟ او ساکن ببینید یک تاش رو می نویسم دیگرش براتون فهمو می شود. مثلا از فعل چی میگیریم ما؟ از فعلی و فعل امر ما از فعل مضارع مخاطب معلوم میگیریم. تمدو. دقت دادید؟ وقتی میخوای که ای فعل امر بگیری چیکار میکنی؟ ت حرف مضارعت است، ت را از بین میبری. ت را از بین بردی چی میشه؟ مدو. اما امر بود نشد. ما دو کار میکردیم برای امر. حرکت آخرش هم میگیریم. این دمه کو حرکت آخر هم میگیریم. این را گرفتیم دو دال ساکن ماند، این طور شد. ببینید این طور شد. این شده یعنی دو دال است. حرکت ندارن. مود دو تا دال شد. دقت دادید؟ انا هر سه همین ده یک کار کردیم. من همین کار کردیم همینطوری شد. اکنون بیاید که این را باید حرکت بدیم. چیکار میکنیم؟ دقت بدید. میگوید که در قاعده عربی است اخف الحرکات فتحه است. وقتی که دو ساکن بر می شود اخف حرکات است، یعنی سبکترین حرکت این فتحه است، این فتحه می باشد. پس میگد که این دال دویم را فتحه بده، پس می شود مده. شد چی؟ مده. پس میگیم اخف الحرکات. یعنی یک کس بگه برای چی دادی را؟ میگیم اخف الحرکات. دقت دادید؟ فتحه را برای اخف الحرکات بدنش دادیم، التقای ساکنین. در اینجا هم همین التقای ساکنین شد. در اینجا چیکار کردیم؟ در اینجا نظر به بابش کردیم. بابی مده یمدو بابی چی است؟ بابی نصر ینصرو است. عین باب چی است؟ عین باب ضمه هست. عین باب ضمه هست. پس ما به سبب التقای ساکنین عین باب ضمه آورده در اینجا دادیم شد مدو. دقت دادید؟ شد چی؟ مدو. پس در اینجا میگیم رعایتو. در اینجا چی شد؟ رعایت البابی. رعایت البابی یعنی عین باب حرکت چه رعایه کردیم. عین باب یفعو، عین دمه که بود این دمه رو برای عین باب دادیمش میگه. دقت دادید؟ این دویم دمه. پس یک کس بگوید که مدی را برای چی کسره دادی؟ کسره برای چی است؟ ببینید ما بارها خوندیم که وقتی که التقای ساکنین می شود، التقای ساکنین دو نمود است. همه اینها در گپ یادتون بیارید. دو نمود است، علی حده علی غیر حده. علی حده التقای ساکنین می ایستد، جایز است. علی غیر حده التقای ساکنین جایز نیست، یا حذف میکنیم یا حرکت میتیم. پس اینا هم علی غیر حده است. علی حده سه شرط داشت، اون را در یادتون بگیرید. یکم ساکن باید حرف مد باشد، دوم ادغام شدگی باشد، حرف دوم ساکن ادغام شدگی باشد. دقت دادید؟ و سوم در یک کلمه باشد. این سه شرطی ادغام، سه شرط التقای ساکنین علی حدی است که جایز است. علی غیر حدی و علی غیر حدی است جدا جایز نیست التقای ساکنین شود. دقت دادید؟ پس بیایید اینجا را چیکار کردم؟ کسره شد. میگه وقتی که التقای ساکنین شد، عرب قاعده دارد که اذا التقى الساکنان حرک بالکسرتی. وقتی که التقای ساکنین می شود حرکت کسره میتیانش. پس این میگه برای همین خاطر کسره دادیم. پس در اینجا این قاعده را بنویسید. اذا التقانی الساکنان حرک بالکسرتی. وقتی که التقای ساکنین شد حرکت داده می شود با کسره. پس این کسره ما برای همین دادیم. دقت دادید؟ برای چی سه وجه جایز بده داریم؟ مده، مدو، مدی، امدود. این بر اصل خود دیگه چرا نداره ما در این. دقت دادید؟ پس این بود فعل امر. اکنون میگد که در مفرد امر غائب خواه مذکر خواه مؤنث نیست 4 وجه است.
در مفرد غایب یعنی که در امر بالام. مثلا یمود در امر بالامش چی بود؟ لیمود. لیمود انا میگه میگه 4 وجه جایز است. لیمود ده، لیمود دو، لیمود دی، لیمدود. دقت دادید 4 وجه. این لیمود ده یعنی با حتما بکشد و یک مرد ترجمهش، یا باید بکشد و یک مرد. این امر غایبی بالام برای مفرد مذکر. برای مؤنث هم میگه لیتمود، لیتمود دو، لیتمود دی، لیتمدود. 4 وجه میگه در او هم جایز است. دقت دادید 4 وجه در او هم جایز است. پس هر 4 معناش چی شدین؟ باید بکشد و یک زن، حتما بکشد و یک زن ترجمهش. در متکلم هم 4 وجه جایز است. پس میگویی لیامود ده، لیامود دو، لیامود دی، لیامدود. 4 وجه یعنی باید من بکشم. دقت دادید؟ در جمع مذکر هم 4 وجه، در جمع متکلم هم 4 وجه جایز است. لینمود ده، لینمود دو، لینمود دی، لینمدود. 4 وجه جایز است. دقت دادید چند جا شد؟ در فعل غایب، در امر غایب بالام، یا در امر غایب یا در امر بالام 4 جا در 4 وجهی جایز است. در مفرد مذکر غایب، در مفرد مؤنث غایب و در متکلم و در متکلم مع الغیر. 4 جا در 4 وجهی جایز است. اما در امر حاضر، امر بالام ده 1 جا در 4 وجه جایز است. باقی ماندهش 1 وجهی است. دقت دادید؟ خب مؤنث نیز 4 وجه جایز است. خود صاحب کتاب میگه لیمود ده، لیمود دو، لیمود دی، لیمدود. مثالش آوردیم، یعنی باید بکشد و یک مرد. بر این قیاس است بر این قیاس است حال نهی. فعل نهی دم همچنین هر چه که درباره گفته فعل نهی دم چطور بگو. پس میشه بگویی که لا نهیه، لا تمود لا یا غایب در سر میکنیم. لا یمود لا یمود دو، لا یمود دی، لا یمدود. باز مؤنثش لا تمود لا تمود دو، لا تمود دی، لا تمدود. باز مخاطبش لا تمود لا تمود دو، لا تمود دی، لا تمدود. باز متکلمش لا امود لا امود دو، لا امود دی، لا امدود. متکلم مع الغیرش لا نمود لا نمود دو، لا نمود دی، لا نمدود. دقت دادید؟ 4 وجه همچنین جایز است. حال نهی خودش یه مثالش هم میاره، میگه لا تمود لا تمود دو، لا تمود دی، لا تمدود. یعنی همین 4 وجه آورد. هر یه تهمی درباره چی لا تمود ده گفتی، لا تمود دو گفتی، لا تمود دو گفتی، همین قاعده را بیارید. یک از بپرسه که چرا این طور میگویی، همین قاعده را آوردن میگیرید. خب و حال جهد، فعل جهد هم نیز همین طور است. و حال جهد نیز 4 وجه جایز است. لم یمود ده، لم یمود دو، لم یمود دی، لم یمدود. دقت دادید؟ لم تمود ده، لم تمود دو، لم تمود دی، لم تمدود. لم امود ده، لم امود دو، لم امود دی، لم امدود. دقت دادید؟ اینا یاد شاید بگی دیگر باقی مونده شاید میگیری. خودش میگه که لم یمود ده فتحه قطعی، لم یمود دو ضمه قطعی، لم یمود دی کسره قطعی، لم یمدود فک ادغام قطعی. و مضاعف از 3 باب اصول آمده است. خوب خلاص کرده که مضاعف در بارش مورا خوب فهموندک. اما فعل امرش اسم فاعلش نیاورده است، ولی بعدتر میارد. خب اسم فاعل اسم مفعولش نگفته است، ولی بعدتر میارد. خب و مضاعف از 3 باب اصول آمده است. یا تان هست ما گفتیم در اول کتاب، درس های اول بود، دوم سوم درس و چهارم درس گفتیم که صاحب کتاب گفت که 6 باب ثلاثی مجرد به 2 قسم تقسیم میشد، اصول و فروع. یادتون هست؟ پس میگم مضاعف از 3 باب اصول آمدگی است. 3 تا گفتیم اصول است، از آن 3 تا اصول مضاعف آمدگی است. اصول هم میدونید کدام است؟ نصر ینصر باب یکم، ضرب یضرب باب دوم،
علم یعلم باب چهارم. انمی 4 تا اصول، 3 تا اصول است. باقی موندهش فروع بود. از انمی 3 تا میگه باب یکم و دوم و چهارم، از انمی 3 باب میگه مضاعف آمده است. خب آمده است. اول فعل یفعل چنان که گذشت. یکمش فعل یفعل مد یمد، از باب نصر ینصر، از باب یکم، از باب اصول است. خب اینا گذشتیم. دومش چی؟ دوم فعل یفعلو یا فعل یفعلو باب چهارم. فعل یفعلو علم یعلمو، چون بر یبرو. دقت دادید؟ بر اینا بنویسیم بر یبرو. ببینید بر بر یبرو، بر یبرو. این بره که میبینید در اصل چی است؟ بریره است. بریره در اصل چی است؟ بریره. حرکت یکم را گرفتیم برای ادغام کردن و رای یکم ساکن کشید، را در رای ادغام کردیم شد بره. یبرو چی است؟ یبرو در اصل این طور است. یبررو. ببینید یبررو، یبررو است. ر یکم حرکتش در ب دادیم شد یبرو، ر در ر ادغام کردیم شد یبرو. دقت دادید؟ یبرو. پس این طور است. خب بر اصل بریره بود است. رنگ چی؟ علمه. برای خاطر میگم از باب چهارم است. علمه. یبرو یبررو است به مثل یعلمو. خب یبرو. برن مصدر هست. برن مصدر. فهو بارون. بارون اسم فاعل است. الامر بر ابریر. دقت دادید؟ بر ابریر، یعنی این باب نمی آمده است. از باب بر یبرو فعل امرش برو نمی شود. فعل امرش چی نمی شود؟ برو نمی شود. دقت بدید، اینجا نوشته بمونم. ببینید می شود که بگوی فعل امرش بر فتحه قطعی و کسره قطعی جایز است. بری کسره قطعی جایز است و این هم جایز است. ابرر بر یبرو میشه ابرر. دقت دادید؟ پس این طریق است. پس برو دمه قطعی نمی شود. برو با دمه نمی آید. چرا نمی آید؟ ما گفتیم بر التقاء ساکن، همین قاعده را کار فرمونید. بر التقاء ساکن شد دره، وقتی التقاء ساکن شد اخف و حرکات فتحه کی بود فتحش دادیم، بر گفتیم. وقتی که التقاء ساکن شد التقى ساکنان حرک بالکسرتی، کسرش دادیم گفتیم بری به مثل مدی. این بر اصل خصیصه دیگه چی در کار نیست. اما چرا برو نگفتیم؟ زیرا که عین بابش در فعل مضارع یفعلون است. یفعلوا. دقت دادید؟ یفعلوا یفعلون نیست. از این حساب در فعل امر بر سه وجه جایز است. بری ابرر. بری ابرر. خب بر یبرو برن فهو بارون. برن نیکویی کرد، خوبی کرد. ترجمهش بر یعنی خوبی کرد، نیکویی کرد. پس بر خوبی کرد، یبرو خوبی میکند، نیکویی میکند. برن خوبی کردن. فهو بارون. بارون اسم فاعل است. بارون اسم چی است؟ اسم فاعل است. بارون در اصل چی است؟ اصل بارون رو بیاریم. ببینید که بارون در اصل، ببینید این بارون. بارون در اصل چی است؟ باریرون است. باریرون است. ما قاعده داشتیم در گذشته خوندگی بودیم، در مخصوص در باب 12 و در باب 18 و در باب 22 همین قاعده را خوندگی هستیم.
دقت دارید در 22 باب صرفی. باریرون در اینجا یا ر یکم دو حرفی هم جنس بر اومدن و حرف یکم رو ر یکم رو حرکتش رو میگیریم میشود بارون. اینجا التقاء ساکنین شد. پس چیکار میکنیم التقاء ساکنین رو؟ دقت بدید. بار یعنی بارون جد طرف ساکنیتش حرکت دار اینطور. بارون الف ساکن ر یکم ساکن التقاء ساکنین شد. چیکارش کنیم؟ ما حالا در اینجا گفتیم التقاء ساکنین جایز نیست. اینجا التقاء ساکنین شد. پس چیکارش میکنیم؟ اگر قاعده یادتون باشد اگر جواب میدید، اگر یادتون نباشد اگر پس گوش میکنید که باز چی میگویم. دقت بدید. در اینجا ما گفتیم التقاء ساکنین دو تقسیم دارد، دو نمود می شود. التقاء ساکنین علی حدهی، التقاء ساکنین علی غیر حدهی. در اینجا التقاء ساکنین علی حدهی است. چرا؟ گفتیم سه شرط است برای علی حدهی. اینجا در شرطاش کدامش است؟ بیا شرطاش حساب میکنیم. یکم شرط التقاء ساکنین علی حدهی ساکن یکم حرف مد باشد. الف حرف مد هست؟ بله. پس ساکن یکم حرف مد است. یکم شرط التقاء ساکنین علی حدهی در این هست. دویم شرطش چی بود؟ دویم شرطش ساکن دویم مدغم باشد، در حرف دویمگی درآمدگی باشد. درآمدگی است یا نیست؟ بله درآمدگی است. پس دو شرطش آمد. سوم شرطش چی است؟ سوم شرطش هر دو اینها در یک کلمه باشه. بارون در یک کلمه هست یا نیست؟ بله هست. پس بارون التقاء ساکنین علی حدهی است به مثل ضالین. پس جایز است، درست است، با که ندارد. دقت دادید؟ پس التقاء ساکنین علی حدهی است. اینجا علی غیر حدهی بود، اینجا علی حدهی است. خب بارون در اصل باریرون بود و ر یکم گرفتیم التقاء ساکنین علی حدهی کی بود به حال خودش گذاشتیم برای حساب بگیم بارون. بارون یک آدم نیکو کننده. دو کس باشد بارانی، بارونه دو کس و جمع مذکر. بارتون، بارتانی، باراتون، بوارون، بوارون صیغه بوارو یا بوارون صیغه منتهی الجموع. بوارو تنوین نمیگیرد، بواری رو اصل برای غیر منصرف است. خب اسم فعل با آخر است. الامر بر ابریر، بر ابریر سه و جایز است. خب میگذاریم در سوم گفتیم از باب فعل یفعلو میاد، از باب ضرب یضربو، از باب نصر را گرفتیم، مد یمدو، از باب علم یعلمو را گرفتیم، بر یبرو. پس سومش رو میگیریم از باب چی است؟ از باب فعل یفعلو است. پس سومش رو اینجا نوشته میکنیم از باب ضرب یضربو است. دقت بدید. مانند چی؟ مانند فر یفر، یفر. دقت دادید؟ فر در اصل چی بود؟ فرر بود. یفر در اصل چی بود؟ یفریرو بود. یفریرو. از این اسم میگیم فر بر وزن ضربه است، یفرو بر وزن یضربو است. اصل یفریرو است. ری یکم رو حرکت دفعه دادیم، التقاء ساکنین شد یا دو حرف همجنس و ادغام کردیم شد یفرو. فر ری یکم رو حرکتش رو گرفتیم شد فر و ادغامش کردیم شد فر. دقت دادید؟ خب فر یفرو و در امر فر یفرو و در امر و اخوات وی از این دو باب سه و جایز است. خب در اینجا همین قدر گفته است درباره فر. خلاص درباره فر همین قدر گپ گفته است. خب باز جواب شبتیم. پس فر اسم فاعل، یک فر فعل ماضیش. پس میگیم فر 14 صیغه‌اش فر، فرو، فرت، فرتا، فررنا، فررت، فتحقتی، فررت، فررتما، فررتم، فررتی، فررتما، فررتون، فررتو، فررنا. 5 تا با ادغام بگید، 9 تا باقی مونده شد فک ادغام قطعی. خب اینا دیگه تفصیل دادیم. یفرو
یفر فعل مضارعش یفر یفران یفرون تفر تفران یفررن تفر تفرانی تفرون تفرین تفرانی تفررن افرون افرون در دو جا فک ادغام می شود 12 جای دیگهش با ادغام قطعی بگویید. این فعل چی شد؟ فعل مضارع و فعل امرش به مثل بره است. پس بگید فری افریر فرو جایز نیست، با دم آخرش جایز نیست، رعایه باب جایز نیست. چرا؟ زیرا که عین باب کسره یفعلو. دقت دادید؟ خب میگد که در امر و اخوات وی، اخواتش چیه که اخوات وی در بالاش نوشته کنید یا در ذهن تو میگیرید. فعل امر و اخوات امر. اخوات امر بگید که فعل امر بالام یکتا، دوم فعل جهد و سوم فعل نهی. همین سه تا بوده است. سه تا اخوات وی میگن. پس اخوات در بالاش بنویسید یا در ذهنتون بگیرید. و در امر و اخوات وی یعنی فعل امر بالام و فعل جهد و فعل نهی. و در اخوات وی از این دو باب سه وجه جایز است. گفتم سه وجه جایز است. این وجه جایز نیست دیگر. از این دو باب باقی مونده این سه، یعنی عین باب رو دامه نمیکنیم. این طرح دامه دادن جایز نیست. زیرا که دامه از برای موافقت عین مستقبل بود. چطور گفتیم که رعایه با فعل مضارع یفعلو از این حساب دامش دادیم. اما در بره برو عین باب فتحه است، دامه ندارد که ما دامش بتیم. فر یفرو عین باب کسره است، فتحه ندارد، دامه ندارد که ما دامش بتیم. پس فقط در یک باب 4 وجه جایز است، در دو باب باقی مونده که مضاعف میاد 3 وجه جایز است. خب موافقت عین مستقبل بود ساقط شد. نون ثقیله. پس با نون ثقیله چطور میگوییم؟ این را دقت بدید. نون ثقیله پس در همه مده، مدو، مدی، امدود در همه همین نون ثقیله میدرد یا نه؟ پس در اینجا حرکت گذاری میکنم یا علامت میمونم بدونید که در همین فعل امر نون توکید میدرد. اولا در این میدرد. پس چی میگیم؟ میگیم مدن، مدانی، مدن، مدین، مدانی، مدنانی. مدن الان یک تا در آمد. دقت دادید؟ در این میدروید. اما مدن در میدروید؟ نه، در این نمیدروید. پس ما نمیتونیم بگیم مدن یعنی تو یک مرد. اگر اینطور که بگیم بس مدن مدانی مدن، پس جمع مذکر با مفرد مذکر یک جایه میشه، یک خیل میشه و جایز نیست. پس در این نمیدروید. نون توکید یعنی نمیدروید. مدین ندایی هم نمیدروید. به خاطر چی نمیدروید؟ به خاطر اگر دایی بدروید اگر با مفرد مؤنث یک خیل میشود. مدین یعنی حتما تو زن باید بکشی. پس مدین مفرد مذکر با او یک خیل میشه، دایی هم نمیدروید. دو تا نمیدروید. امدود نمیدروید. بله امدودن نمیدروید در این. پس معلوم شد که امر نون توکید ثقیله در دو تاش میدرآمده است، از باب یفعلو ده مد یمدو ده و در دو تاش نمیدرآمده است. 4 وجه جایز در دو تاش نون توکید میدروید، در دو تاش نمیدروید. دقت دادید؟ خب برده چی؟ برده نون توکید در دو تاش میدروید. خلاص 3 تاش ایش نمیدروید، در دو تاش میدروید. مثلا میگه که بر با توکید برن، برانی، برون، برین، برانی، برنانی. اگر نون توکید اگر در برین بداریم با مفرد مؤنث یک خیل می شود. برین یعنی نیکویی، حتما باید نیکویی بکنی تو یک زن. پس یک خیل می شود با مفرد مذکرش. از این حساب در این نمیدروید. بعد در ابرارن نمیدروید. پس میگوی برن یا میگوی ابرارن. در هر دینا نون توکید ثقیله میدروید. همچنین خیفه هم میدروید. فره چی؟ فری
افریر می شود. سه و جایز است. فرد می دروید فرن فرانی فرون فرین فرانی فرنانی، اما فرید نمی دروید مفرد مذکر ده. برای اگر که بدرد با مفرد مؤنث یک خیله می شود، با اینشون یک نمود می شود. لیکن افریر ده می دروید افریرن. دقت دادید؟ پس میتونم بگم برن فرن ای فرا فرن یعنی حتما، یعنی تو یک امر حتما باید چیکار کنی؟ فرار کنی. فرا با گریختن، فرار کردن. فرن تو یک مرد باید فرار کنی. افریرن همچنین تو یک مرد باید فرار کنی. هر دوش یک چیز است. دقت دادید؟ خب میبینیم صاحب کتاب چی میگوید. یا نون توکید ثقیله در این سه وجه میدروید. پس میگیم که مدن مدن مدین سه تا در یا میدروید. امدودن 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 امدودین. دیدید؟ و برن برن ما نون توکید ثقیله را گفتیم، خیفه را باید بگیم مدن مدون مدین، یا امدودن امدودین امدودن امدودون امدودین. سه تا در هر دوش میدروید. پس بره دا چی؟ برن برون برین سه تا میدروید. و فرن فرون فرین سه تا میدروید. اینها نونهای چی هستند؟ نونهای توکیدی خفیفه. اکنون صاحب کتاب میگه که نون ثقیله مدن مدانی مدون مدین مدانی امدودنانی امدودنانی. این صیغه چی است؟ جمعی مذکر، جمع مؤنث با نون خفیفه. مدن مدون مدین مدن مدون مدین. اسم فاعل مادون مادان مادون مادتون مادتون ماداتون موادون. مادون به مثل این است. بارون مادون اصل باریرون بود، مادیدون بود. دال یکم حرکت چه گرفتیم؟ مادون التقاء ساکنین علی حدی است، جایز است. پس میگه مادون به سبب التقاء ساکنین. مادون مادان مادون مادتون مادتون ماداتون. اسم مفعول ممدود ممدودان ممدودون ممدودتون ممدودتان ممدوداتون موادون موادو غیر منصرف موادو. دقت دادید؟ ممدودون بر اصل خودش است و مثل منصورون در جایگان تغییرات نیامده است تا آخر یعنی که ممدودون ممدودان ممدودون ممدودتون ممدودتان ممدوداتون. صیغه منتهی الجموع چی میشود؟ موادون موادو تا آخر. اکنون فعل مضاعف با آخر رسید. فعل های مضاعف همین قدر بوده است و همین قدر نازکی ها دارد و با آخر رسید. میگذاریم در فصل نو. فصل، این فصل آسانی که هست، پس بیایید این رو حالا میگیریم. چرا؟ زیرا که ما این رو میدونیم، ما را در بیدان خواندیم در 22 باب صرفی. از هر یک باب چی طور می آید مصدر میمی و چی طور می آید اسم زمان مکان، اونها را دیگر با تفصیل خواندگی که هستیم. از این حساب بیایید این فصل را هم میگیریم و توضیح زیاد نمیتیم. چرا؟ زیرا که ما میدونیم ظرف فعیل مفعیل آیت گفته یک شعر خوانده بودیم. خب فصل، بدون که مصدر میمی و اسم مکان و زمان در فعل ثلاثی مجرد از یفعل و مفعلون آید. ببینید سه چیزا میخونیم: مصدر میمی، ظرف زمان یا اسم زمان و اسم مکان. سه چیز. دقت دادید؟ خب بیایید اکنون میگد که مصدر میمی به مثلا قتل یقتل مقتلون یعنی کشتن ترجمه می شود، و مثل قتلون کشتن می شود، و مثل قتلون می شود. یا که ضرب یضرب مضربون یعنی کشتن، و مثل ضربون یعنی مصدر است، مصدر میمی است، برای در اولش حرف میم دارد. این معلوم شد. و اسم مکان برای جا می شود و اسم زمان برای وقت می شود. باز یک چه بخونیم ببینید. میگوید که در فعل ثلاثی مجرد از یفعلو چند باب داریم ما؟ باب سوم و باب چهارم. منع یمنعو علم یعلمو، دو باب. از همین دو باب میگد
مفعلون آید. اسم مصدر میمی، اسم زمان و اسم مکان بر وزن چی می شود؟ مفعلون. دقت بتید، مفعلون، اسم زمان و اسم مکان و مصدر میمی. خب مانند چی؟ مانند مشربون. مشربون، دقت بتید، مشربون. مشربون. مشربون بر وزن چیه؟ مفعلون. پس مشربون سه چیز است، اسم مشترک بین سه کلمه است، مصدر میمی و اسم زمان و اسم مکان. خب صاحب کتاب چی میگه؟ میگه مشربون یعنی آشامیدن. آشامیدن چیه؟ مصدر میمی. آشامیدن مصدر میمی. و زمان آشامیدن اسم چیه؟ اسم زمان. دو تا شد. و مکان آشامیدن سه تا شد. جای نوشیدن، مکان نوشیدن سه تا. پس مشربون وابسته به جمله که خیلی که بیاد از همین سه معنایش میگیرد، یا با معنای مصدر است، یا اسم زمان است، یا اسم مکان. دقت دادید؟ بعد از این میگوید و از یفعلو نیز همچنین آید. از یفعلو هم همین طور می آید. یفعلو چند باب داریم ما؟ نصر ینصرو یک تا، شرف یشرفو دو تا. با دو باب دیگر یفعلو داریم. یفعلو هم بر وزن مفعلون می آید. یفعلو هم بر وزن چی می آید؟ مفعلون می آید. مانند چی؟ مانند چون مقتلون. ببینید، مقتلون. 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 دقت دادید؟ مقتلون. مقتلون همچنین سه ترجمه می شود. مقتلون یعنی کشتن، مصدر میمی. مقتلون جای کشتن، اسم مکان. مقتلون یعنی زمان کشتن، اسم زمان. دیدید؟ مقتلون بر وزن مفعلون. پس معلوم شد که از 6 باب ثلاثی مجرد، باب ها را بنویسیم. باب یکم، باب سیوم، باب چهارم، باب پنجم. 4 تا باب بر اسم زمان و مکان و مصدر میمیش بر وزن مفعلون میاد. یکم، سیوم، چهارم، پنجم باب ثلاثی مجرد. دقت دادید؟ از ثلاثی مجرد چند تا موندک؟ 2 باب دیگر موندک. 4 تا گفتیم، 2 تا دیگرش موندک. او 2 تا چی است؟ او 2 تا دیگر هم میگه بر وزن چی میآید؟ بر وزن، ببینید اول وزنش بنویسیم ببینید مفعلون. مفعلون میآید. از 2 باب دیگر، یعنی از باب دوم، از باب ضرب یضربو، از باب ششم حسب یحسبو، بر وزن چی میآید؟ مفعلون میآید. مفعلون. دقت دادید؟ صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که مقتلون و در چند کلمه اسم زمان و مکان. ولی این مسئله را گپ نزده ایستاده است، یا مسئله نو دمی دروید. دقت بتید، مسئله نو است. و در چند کلمه اسم زمان و مکان بر وزن مفعلون است. ببینید بر این وزن آمده است. اصلا باید به این وزن می اومد، مفعلون میشد. عین با فتحه نه کسره، فتحه قطعی باید می اومد. لیکن میگه این برعکس آمده است. او چی است؟ یکمش مطلعون. مطلعون اسم مکان است، اسم زمان و مکان. مطلع یعنی جای طلوع کردن یا زمان طلوع کردن، زمان برآمدن. مشرقون زمان شروق یا مکان شروق. مغربون یعنی وقتی زمان آفتاب شیشتن، غروب کردن یا مکان غروب کردن. 2 ترجمه می شود. مسجدون یعنی جای سجده کردن یا وقتی سجده کردن. منبتون یعنی جای برآمدن یا وقتی برآمدن، یعنی برآمدن رستنی و برآمدن این چیزها. مفرقون یعنی که وقتی زنها بین سرهاشون جدا میکنن، انا همون را میگن. مفرقون یعنی جای فرق گذاری یا زمان فرق گذاری، وقتی فرق گذاشتن. دقت دادید؟
جای فرق گذاشتن یا وقتی دو ترجمه میشد، وقتی فرق گذاشتن. و مسقطون جای سقوط کردن، جای چی؟ جای افتیدن. مسقطون جای افتیدن، جای سقوط کردن یا وقتی افتیدن و وقتی سقوط کردن. منسکون یعنی جای ادا کردن عبادت، جای واجبات را به جا آوردن یا وقتی واجبات را به جا آوردن. ریزون که اگه کتاب ما اصلی مجزیرون های عوضی است برای مجزیرون. مجزیرون یعنی جای کشتن شتر یا وقتی کشتن شتر، جا یا وقت. پس اینها و در این جا هم فتح جایز بود. دقت دادید؟ در همین کلمه‌ای که آورد میگه فتحش هم بگوی جایز است. یعنی چطور؟ یعنی بگوی میشه بگوی که مطلعون، مشرقون، مغربون، مسجدون، منبتون، مفرقون، مسقطون، منسکون، مجزرون. این طور هم بگوی جایز است. لیکن عربا همشه با کسر میم استفاده میبرد. یعنی سماعی ای عرب ما با کسری بر وزن مفعولون شنیدگی هستیم، اما قاعده ما طلب میکنه که باید بر وزن مفعولون باشد. دقت دادید؟ باید از وزن چی باشد؟ از وزن مفعولون باشد، بر وزن مفعولون. خب و از یفعلو اکنون بگذاریم در باب یفعلو. گفتم دو باب یفعلو داریم. باب چند ای؟ باب دوم، باب ششم. دو باب یفعلو داره. میگه از یفعلو مصدر میمی مفعلون میآید. مصدر میمیش مفعل هست، لیکن اسم زمان و مکانش چی؟ مفعلون آید و اسم زمان و مکان مفعلون آید. اسم زمان و مکان. اما مصدر میمی از 6 باب بر وزن مفعلون می آید. دقت دادید؟ مصدر میمی. اما اسم زمان و مکان از یفعلو بر وزن مفعلون می آید. از باب دوم و از باب ششم بر وزن مفعلون می آید. خب و اسم زمان که مفعولون آید. چون مجلسون یعنی مجلس کردن، یعنی نشستن، با معنای جلوس است، نشستن. دیدید؟ مجلسون بر وزن مفعلون، این مصدر میمی است. مجلسون. مجلیسون بر وزن مفعولون. ببینید مجلیسون بر وزن چی؟ بر وزن مفعولون. مجلیسون. مجلی. اگر بگویم مجلیسون یعنی زمان نشستن و مکان نشستن. مجلیس زمان نشستن و مکان نشستن. اما اگر بگوییم مجلسون، مجلسون لام فتحه بتی بر وزن مفعلون می شود نشستن. مصدر میمی است. دقت دادید؟ مصدر میمی می شود. و از ناقص مطلقاً اکنون را به آخر رسانید. از باب فقط جلسه یجلیسو از دویم باب آورد. مجلس اسم زمان و مکان. حسب یحسبو ششم باب. محسب اسم زمان و مکانش. محسب مصدر میمیش. دیگه شیخ شما خودتون بیارید. پس در اینجا باب ها را بنویسیم. باب های اسم زمان و مکان از باب دویم و ششم بر وزن چی میاد؟ مفعولون میآید. اسم زمان و مکانش. اسم زمان مکانش. خب صاحب کتاب میگوید که از ناقص مطلقاً همه مفعولون آید. از فعل های ناقص رما یرمی اسم زمان و مکان و مصدر مرمن میشود بر وزن مفعولون. مرمن. یا دعا یدعو مدعن همه بر وزن مفعولون میآید. از ناقص همه بر وزن چی میآید؟ بر وزن مفعولون میآید. خب مفعولون مطلق همه مفعولون آید و از مثال مطلقاً همه مفعولون آید. وعد یعدو اسم زمان و مکانش موعدون. موعدون یعنی جای وعده و وقتی وعده. یا از مثال یا که میتونیم یسر یسرون میسرون مثال یایی است. میسرون یعنی که وقتی وعده کردن
و جای وعده کردن. میسرون یعنی وقتی بازی کردن، اگر به معنای قمار بازی باشد وقتی بازی کردن، یا به معنای مکان بازی کردن، مکان قمار بازی، میسر. خب موعدون و هرچی نچنین بود او شاذ باشد. اگر رفتو که یک باب را دیدی که از مثلا بابی یفعلو است و اسم زمان و مکانش مفعیل است، بدان شاذ است. یا از مفعیل است و اسم زمان و مکانش مفعیلون و مفعلون است، بدان شاذ است. او را میگه شاذ بگو. شاذ یعنی مخالفی قاعده. شاذ معناش چی است؟ مخالفی قاعده. بدون که مفعلون و مفعلتون و مفعالون برای آلت بود. اگه اسم آلت هم میخونیم، اسم زمان و مکان با همین خلاص شد. اسم آلت سه وزن داریم. در گذشته خوانده بودیم که اسم آلت بر آلت دال است، مفعلون و مفعلتون و مفعال است. الان سه تا: مفعل، مفعلون، مفعلتون، مفعال. سه تا. میگوید که مفعلون و مفعلتون و مفعال برای آله بود، چون میخیاتون. میخیاتون یعنی آلت دوختن، مثلا ماشینه، آلت دوختن. مفرقتون آلت فرق گذارنده، آلت فرق گذارنده. پس ما در بالا مفرقتون، ما در بالا چی را خوندیم؟ مفرقون خوندیم، فرق گذارنده، یعنی که وقتی فرق گذاشتن. اینجا در مفرقتون آلت فرق گذارنده. پس میشد آهن ربو را چی بگیم؟ مفرقتون، یعنی آهن ربو، یا هر چیزی که برای فرق گذاری است. پس اون میشد مفرقتون، یعنی آلتی فرق گذارنده. و مقراضون، مقراضون یعنی آلت بریدن. مقراضون قراض یقرض به معنی چیه؟ بریدن. مقراض یعنی آلت بریدن. خب این اسم آلت بود. مفعلتون، مفعلون و مفعلتون و مفعالون. سه تا مثال آورد. مخیاتون. پس اینها را دیگر نوشتن ما شرط نیست. بعد از این میگوید فعلتون. اکنون این چیزهای نو است، این را یکم بار میخونیم. فعلتون برای مرت بود. مرت یعنی یک بار. به مثل ضربتون. دقت بدید. این را نامش چی است؟ فعلتون. فعلتون برای چی است؟ برای مرت است. این را نامش فعلتون. این را نامش اسمی مره. فعلتون اسمی مره است. به مثل چی؟ به مثل ضربتون. ضربتون یعنی یک تا زدن، اسمی مره، یک بار. یا قتلتون یک بار کشتن. دقت دادید؟ کسرتون یک بار شکستن، اسمی مره هستن اینا. خب فعلتون برای مرت بود، چون ضربتون یک بار زدن. و فعلتون داریم، با فعلتون داریم. فعلتون برای اسمی هیئتش میگن. فعلتون. دقت بدید، این چیزهایی هست که یکم بار در این درس ها ما و شما میگذاریم. فعلتون این نامش چیه؟ اسمی هیئت. اسمی هیئت. فعلتون، وزن فعلتون اسمی هیئت است. هیئت یعنی که در حال انجام دادن کار یک هیئت معینه. مثلا ضربتون بگد اگر، یعنی شکل زدن. ضربه یعنی شکل زدن. دقت دادید؟ یا که بگد که مثلا قتلتون، قتلتون یعنی که هیئت کشتن، یعنی شکل کشتن. مثلا در حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله میگه الذبحه فاحسنوا الذبحه. ذبحه یعنی که هیئت کشتن تون، شما ذبح کردن مال رو هیئتش رو خوب بکنید. دقت دادید؟ ذبحه یعنی هیئت. ذبحه اسم چی است؟ فعله اسم هیئت است. هیئت یعنی که شکل یا در حالت انجام دادن کار. مثلا جلستون یعنی که یک طریق ششتن، یک طریق. یا قعدتون یک طریق ششتن. یا کسرتون، کسر یک سرو، کسرتون مثلا یک طریقی، یک هیئت شکستن. پس اینا میگن اسم چی؟ اسم هیئت. و چون جلستون، صاحب کتاب جلسه آورد یعنی یک طریق ششتن. جلستون. پس اینجا بنویسیم جلسه یعنی اسم چی؟ هیئت.
جلستون. ببینید جیم کسره کن اسم هیئت می شود، فتحش بگو جلستون اسم مره می شود. جلستون یک بار نشستن، جلستون طریقه کشتن، طریقه نشستن. یا مثلا دربتون یک بار زدن، دربتون طریقه زدن، هیئتی زدن. و بعد از این میگه باید تگه داریم فعلتون، این اسم مقدارش میگن. یا تگه داریم او چیه؟ فعلتون. ببینید فعلتون، فعلتون، فعلتون. این فعلتون چی است؟ این برای مقدار است. این را میگن اسمی مقدار. این را نامش وزن دایتون بگیرید. فعلتون، فعلتون، فعلتون. فعلتون اسمی چی است؟ مقدار است. مانند چی؟ مانندی برای مقدار بود. چون اوکلتون، اوکلتون یعنی یک خوردن، یک مقدار خوردن. اوکلتون، اوکلتون یعنی چی؟ یعنی مقدار خوردن، یک مقدار، یا اوکله یا مقدار از طعام، از خوردن. و باز میگوید فعالتون، فعالتون داریم ما با یک وزن دیگر داریم، نامش چی است؟ فعالتون، فعالتون. فعالتون برای چیزی که از فعل ساقط می شود. فعالتون چیزی که از فعل ساقط می شود. صاحب کتاب چی مثال میارد؟ میگه که برای آن چیز آید که از فعل ساقط شود، از انجام دادن کار بیفتد. مانند چی؟ مانند کناستون. ببینید کناستون، کناستون بر وزن چه؟ فعالتون، بر وزن فعالتون است. این ساقط شدن از فعل است. کناسه، کناسه یک نسو چه؟ رفتن. وقتی به جارب خانه را که میرویی، ای جارب یگان چوبچک، یگان چیزی که میغلطه، انمو را کناسه میگن. ساقط شدن از فعل میگن کو، یعنی از چه بغلطد. قطع یقطع، مثلا نون میبرینه، قطع میکنی، میبریش. همون یگان پارچه چکای نون میغلطه کو، همون را بر وزن فعالتون میگیره، میشه قطاعتون. قطاعتون یعنی که پارچه های که غلطید از نان، وقتی بریدن در غلطید. دقت دادید؟ فعالتون برای چیزی که ساقط میشود، میغلطد در وقتی بریدن، در وقت انجام دادن همون کار، در وقت انجام دادن کار. و کناستون یعنی خانه را میرو یگان چوکا میغلطه، همون را نامش کناسه است. برای چی؟ در وقت رفتن افتید. دقت دادید؟ یا قلامتون. ببینید قلامتون هم همین وزن است. قلامتون. قلامتون چی است؟ قلامتون وقتی قلم تیز میکنی، در وقت تیز کردن قلم یگان چوبچکای میغلطه کو، اونم را قلامتون میگن. یعنی تو کار کردی اون افتید، پس میشود قلامتون. دقت دادید؟ باز میگوید قرادتون. قرادتون هم بر همین وزن است. قرادتون. قرادتون چی است؟ قرادتون وقتی که کرته را مثلا لباس هم میگیرن برای کرته کردن، برای یگان لباس دوختن میبرن، یگان جای زیادی که کمترک میغلطد کو، انمو را میگن قرادتون. قراده یخلود بریدن است، میبرد. قرادتون در وقت پاره کردن افتیدگی است، همون را میگن قرادتون. ساقط شدن از فعل، از وقتی بریدن. دقت دادید؟ پس بر وزن فعالتون چیزی که ساقط میشود از فعل، از هر فعل بیارید به همین وزن بگیرید، میشود چیزی که از اون ساقط شد. بدون که از مزید ثلاثی و رباعی مجرد و مزید فی مصدر میمی، خب این خلاص شد اکنون. یعنی درس امروزه ما چند کلمه های نو دارد از نظر به پیشینه. فعلتون اسم مره، فعلتون اسم هیئت، فعلتون اسم مقدار، فعالتون اسم ساقط شدن از فعل، چیزهایی که ساقط میشود از فعل. پس این مثال هاش و این وزن هاش. اکنون میگذاریم با بدون که از مزید ثلاثی و رباعی، یعنی ثلاثی مزید از باب 7 تا باب 18 و رباعی مجرد باب 19 و مزید فیه، یعنی رباعی مزید فیه مثلا باب 20 21 22 مصدر میمی. در همون وقتی که 22 باب صرفی را میخوندیم گفتیم که اینها را
اسم مشترکش میگن. میگن مصدر میمی یک تا، اسم مکان دو تا، اسم زمان سه تا، بر وزن اسم مفعول میآید. اسم مفعول 4 تا. 4 تا می آمد میگفتیم که اسمش نامش چی است؟ اسم مشترک. انا همون را گفته است، اسم مشترک میآید. مفعول آن باب بود. چون مکرمون، مکرمون 4 معنی دارد. یعنی اکرام کردن، مصدر میمی. مکرمون جای اکرام کردن، اسم مکان. مکرمون وقت اکرام کردن، اسم مکان. مکرمون اکرام کرده شده، اسم مفعول 4 تا. مدحرجون جر کردن، مصدر میمی. مدحرجون اسم مکان باشد، جای در جر کردن، جای غلطاندن. و اسم زمان باشد، وقتی غلطاندن. مصدر اسم مفعول باشد، غلطانده شده، جر کرده شده. متدحرجون همینطور 4 معنی قطعی میآید. فصل، اکنون این خلاص شد فصل نو. این فصل هم میدانیم، از این حساب این را میگیریم تا اینکه این درس به پایان برسد. میگوید که بدان که فعل یفعل مشروط است به آن که عین فعل او عین فعل او یا لام فعل او حرف از حروف حلق باشد. این را ما در کتاب 22 باب صرفی خوانده بودیم، باب 3 ده، که عین باب یا لام باب حرف از حرف حلق باشد. این نوع امو گپ گفته ایستاده است. میگه که بدان که فعل یفعل یعنی باب 3 باب منع یمنع فتح یفتح مشروط است، یعنی شرط دارد، شرطش باید باشد به آن که شرطش همین است که عین فعل او فعل دویم حرفش و لام فعل او یا سیم حرفش حرف از حروف حلق باشد. حرف از حرف حلق باشد. حرف حلق چند تا بود؟ 6 تا. همزه و ها، عین و غین، ح و خ. از همین 6 حرف باید یکتش باشد. و آن 6 حروف حلق باشد. و آن یعنی حروف حلق 6 حرف است. همزه و ها و ح و خ و عین و غین. 6 تا حرف است. این را ما شما میدونیم. و در مثال از این باب چون وضع یضع، اینجا مثالی آوردگیش از این باب نیست، از باب اصلش وضع یضع بود، وضع یضع بود، به خاطر عین باب حرف حلقه است ما این باب آوردگی. به هر صورت چی میگه که در مثال از این باب چون وضع یضع واو در مستقبل معلوم بیافتاد. وضع یضع گفته بودیم واو افتاد. چرا گفتیم به خاطر اونه که واو ساکنه واقع شد بین یای مفتوحه و حرکت تقدیر و کسره تقدیری. کسره تقدیری گفته میکنه مو گپای. میگه که وضع یضع واو در مستقبل معلوم بیافتاد، زیرا که در اصل یودع بوده است. یودی بود، ما داش کردیم، داده ما فتح دادیم. چنان که در یعیدو، چطور که در یعیدو افتیده بود، یعیدو بود، یعیدوش میگفتیم واو افتید، به مثل همون میگه یضعو دم همچنین افتیده. اینا در درس‌ها گذشته ما و شما خوانده بودیم. بعده کسره داد را، یعنی واو افتوندمو کسره داد را به فتحه بدل کردن. کسره را فتحه کردیم. چرا فتحش کردیم؟ بدل کردن به جهتی، یعنی برای موافقت حرف حلق، برای حرف حلق موافق شود فتحش کردیم. بخلاف وجل یوجلو. ببین وجل یوجلو، وجل ترسید، یوجلو می ترسد. در یوجلو ما چیکار نکردیم؟ واو نه افتوندیم. چرا؟ زیرا که وجل یوجلو از باب علم یعلمو، این یوجا این جیم حرکتش حرکت اصلی است. اما وضع یضعو این حرکتش حرکت اصلی نیست. تا آخر چه میگه؟ وجل یوجلو کی واو باقی ماند بر حال خود. در وجل یوجلو واو باقی ماند به حال خود، تغییر نیافت. خب باب افعال اکنون در موضوع نو میگذرد. باب افعال، افعل یفعل افعال، باب 7. تا به امروز ما و شما از باب‌های ثلاثی مجرد تمام چیزهایی که لازم است خلاصش کردیم. باب‌های ثلاثی مجرد هر آن چیزی که لازم است خلاصش کرده هستیم. فعل امرش، فعل
نهیش، فعل جهد و اسم فاعل، اسم مفعول و فعل ماضی و فعل مضارع و اعلالاش چطور میشه، تمام نازکیاش قطعی تا امروز در 18 درس خلاصش کردیم. کسی که تا امروز 18 درس اگر حفظ بداند، حفظ کرده باشد، دیگر در فعلهای ثلاثی یگان اشکال ندارد. اکنون از این به بعد میگذاریم در ثلاثی مزید. ثلاثی مجردا پاکیزه بود شدن، تمام صیغه هاشون صحیح، مثال، اجوف، ناقص، لفیف، لفیف مفروغ، لفیف مقرون، مضاعف، محموز ها با تمام نمودش همش با آخر رسید. دقت دادید؟ همش با فضل و بزرگی الله تبارک و تعالی ما و شما با آخر رساندیم. انا اکنون از این به بعد از بابهای ثلاثی مزید برای چی میآید، معناش چی است و اعلالاش چی طور می شود و چیکار کردن در کار است، او را انشاءالله از درس 19 خواهیم خواند. اگر الله تبارک و تعالی توفیق و الله تبارک و تعالی برای ما و شما نصیب گردونده باشد، انشاءالله خواهیم خواند. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. درس 18 را در اینجا به پایان میرسانم و از الله تبارک و تعالی توفیق یاد گرفتن و توفیق استفاده بردن این چیزهایی که خواندیم از الله تبارک و تعالی طلب و تقاضا دارم که الله سبحانه و تعالی برای ما و شما این توفیق را نصیب بگرداند تا اینکه حق را از باطل، درست را از غلط، صحیح را از ناصحیح بتانیم جدا بکنیم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. و تا درس آینده یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.